سلام. امروز دوشنبه 25 فروردین هستش. چارت طلا تایم فریم 15 دقیقه. اگه دیلی رو نگاه کنیم خب خیلی چند تا کندل بولیش بزرگ داشتیم. امروز احتمال اینکه نزولی باشه رو بیشتر میدادم. تایم فریم 4 ساعت هم همینطور روی سقف هستیم. احتمال فروش خب بهتره، بفروشیم و پول بک داشته باشیم خب بهتر هستش. یه ساعت بعد از این کندل که به صورت نزولی شد وارد شدم. تقریبا استاپم بالای این زرد استاپم هست، بالای شادوی همون کندل بود و نیم ساعت هم همینطور. 15 دقیقه ورود دیگه داشتم. اگه هیستریو بزنم اینجا های ورود دیگه داشتم. استاپم گذاشتم روی های کندل قبلی و اوپن کندل 1 ساعت هم بود. اینجا هم که 2 نقطه ورود دیگه. انتظاری که دارم این سمت چپم این شادوها شکسته بشه و بره پایین تر و 1 ساعت تا این پایینا بیادش. ببینم چی میشه. علی میتونم اینجا سیو سود که حدود 4% تو سودم، ولی دوست دارم شکسته بشه تا اینجا بیاد، چون خیلی سودی هست، میتونه بیاد نزولی. بعدا نتیجه رو میگذارم. روزتون بخیر.